سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی و در جیک باشه و لباتون خندان باشه. امیدوارم همه بتونیم یه پولای خیلی بزرگ به دست بیاریم. کانال ما رو که دارید رایان همراه، اینجا همه چیز رایگانه. هیچ وقت شما در این کانال نباید پول بدید، فقط شما بازی میکنی پول کردنش با من، نه از رباتای تلگرام. خب مهمترین بخش توی تلگرام که خیلی مهمه و سازنده بازی روش داره تاکید میکنه پروفیته. پروفیت خیلی مهمه. اصلا برید توی برترینا نفرات اولش که روسیان یا ایرانیان میبینید پروفیتاشون 2 میلیون 1.800. شوخی نیست. پس پروفیت مهمه. حالا دوستانی که تازه شروع کردن و پروفیتاشون پایینه، مثلا 50-60، برسونید تا 300-400، 2 روز آخر سکه جمع کن. خب و اونایی هم که از قبل داشتن همستر رو و الان دارن جدی میگیرن، پروفیتاتون رو برسونید 1 میلیون، حالا نمیرسه 800,000 تا برسون، 2 روز آخر سکه جمع کن. اوکی، این میشه یک کار عاقلانه و بهترین کار، هستن یک درآمد عالی. چه 2 تا پول آیفون 13 پرو مکس در میاد، قولتون میدم. خب بریم سراغ مهمترین بخش پروفیتا. کانالم حتما ببینید، وایس همه چی میذارم. با بابت تاخیرم در پاسخگویی من معذرت میخوام. این بخش پروفیت، اولین بخش ما از بالا گزینه 4می خیلی مهمه، اسپشل. خب این بخش مهمترین کارتا شما تیک زدیم. کارت اول اد این هست، تا لول 14 کافیه ببرید. این لول هایی هم که هستش کافیه. بعدش کارت خود اسپشل همستر تا لول 16 اوکی. این هم از دوباره اینجا این کارت شورت تا لول 7. حالا شما بیشترم بردید اوکیه، معقول. کارت بعدی که خیلی مهمه تیری آرتور تا لول 13. کارت بعدی ویلا تا لول، میتونید عملا تا لول 15 ببرید، خوبه. و خیلی هم این کارت امتیاز اپ سنتر دیسینگ هم که تا لول 15 ببرید. اوکی، این از این بخش. یه بار میذارم ببینید این صفحه دوم. خب بخش مارکس، از این بخش اولی فن رو حتما میزنی، فن توکن تا لول 15 خیلی خوبه. بعدی استک تا لول 16. همین دوتا اولی اوکی مهمه دیگه، بقیه نیاز نی، همه رو حالا تا لول 2 7. ببینید همین لول هایی که بردم اوکی. بریم بعدی. این کارت دوره از بخش اسپشل تا لول 15 تاپ 10 گلوبال خیلی مهمه، این هم حتما روش تیکه کنید. بریم صفحه بعدی. دوباره از این بخش کارت تون و کارت پاس، این دو هم حتما روش تاکید کنید، خیلی امتیازهای عالی میده چون تایمیه، عملا میگه 1 ساعت دیگه بیه که لولش بره بالا. تون و پاس رو حتما ببرید تا لول اینو. ماشینه رو حتما بگیرید، خیلی کارت خوبیه و خیلی امتیاز بالایی میده، حواستون باشه. لامبو رو بگیرید. از این بخش دوباره این کارت لانچ تا لول 10، اما شما ببرید تا لول 15. بریم بیایم اینجا بخش یوتیوب گول و همستر یوتیوب چنل، این دوتا رو هم در نظر داشته باشید. حالا ببینید این بخش اسپشلز خیلی مهمه چون ویژه هاست، خیلی مهمه. بریم صفحه بعدی. خب بخش صفحه لیگال، کشوراش فقط مهمه. ببینید اینا لول 6 که ولش کن، کشورا رو تا لول 15 تا لول 10 ببرید. اروپا، آسیا، همه این کشورهایی که تیک زدم، نیجریه، امریکن، کشورها حتما توجه کنید بهش. بریم بیام صفحه بعدی. از بخش مارک شت کوین ها حتما بگیرید تا لول 15 ببرید و بعدش هم این موردهای ضرب در 10، ضرب در 20، ضرب در 30، ضرب در 50، ضرب در 100، اینا رو حتما روش تکیه کنید، خیلی مهمه. اگه هر کارتی دیدید براتون باز نیست، هر کارتی براتون باز نیست، زیرش یه مش قوانین نوشته، گفته اگه کارت مثلا شیتو تا لول 10 ببری این کارت باز میشه، به اینا توجه کن. حالا اگه بازم سوالی بود از اون سوال کنید بهتون میگم. اوکی، بریم صفحه بعدی. PRTM فقط گزینه‌های آخرش خوبه. اوکی، VC و 2024 و توکن و
بلوکینگش این 4 تا مابقی اصلا زیاد حالا مهم نیست، اما تا لول 5 ببرید. اینا که تیک زدم خیلی مهمن. اوکی، اینم از این بخش، دقت کنید بهش. و دوباره بخش آخر این دوتا موندهش، USD آنتون حتما، و یکی هم که این آقا که حالا اسمش خط خطی، اینا حتما تا لول 15 ببرید. یه بار یه مرور بکنیم و حتما انجام بدید تا این لول ها ببرید. خیلی مهمه پروفیت ها، دقت کنید. از این بخش خب اذار من صفر جدا کنم، 4 تاش برای همینه. این یک ببینید، این دو، حالا با موبایل قشنگ میتونید ببینید اینا رو. ببینید حتما دقت کنید. دوباره اینجا 3 ببینید. ماشین هم حتما بگیرید و کارت آخرم اینا مهمه حتما. پس تا اینجا متوجه شدید که با چی کار کنید. اوکی، این از این کارت ها. بریم سراغ بخش بعدی کارت ها. 2 بازم ببینید با دقت، کارت ها رو حتما ببینید، خیلی مهمه. دوره از اینجا بخش 5 این کارت ها رو ببینید، خیلی مهمه، حتما روشون تمرکز کنید. و کارت بخش 6 و 7 حتما این کارت ها رو ارتقا بدید. آقا فرصت کمه تا میتونید ماین کنید. قولتون میدم پولای خیلی بزرگی همه به دست بیارید و میدونم این پولا خیلی میتونه گره از مشکلاتتون باز کنه. امسال سال ایدراپ های تلگرامه، امسال قراره همه کلی پول به دست بیارید و نگران هیچی هم نباشید. من خودم 24 ساعته هستم، حواسم بهتون. این از این کارت ها و تمام دیگه. امیدوارم دوست داشته باشید. حالا سوالی جایی بود بگید. متاسفانه درست من نمیرسم جواب بدم، اما خب وبسایت که اوکیشه انشالله با تیکت همه‌تون تو جواب میدم. امیدوارم دوست داشته باشید. حالا هر جا سوالی چیزی بود همین تو سوال کنید، ما در خدمتیم. یا علی مدد.